کمنده روم سیاه جای میری مینا هایم ها تنجی ردوای شادیف خوشن های سرحدی آچی ققشمو مرحمت حجتار برارت خاله چیزا؟ حجت روم سیاه حجت ای چه خیلی حجت حجت های افتان بشین نه نه تست پس ندارید که ای چه خیلی ماجای عربای من بر آب میرم این هم در قسم نقلات داخل می شود ای پیش بهاد مرا خالت در قشلاق ما آب نیست سویتا حلت میمورن در میگیرن حق ناشکری یک سویت کشی دانم جان نه پدستنزه مونده نه لمپشکه مونده نه نساس آب موند اخ کشتن در گرونده نه اما زبر میرم بر آب همه هر روز همه عرب میرم از زبر همه یک فلک آب میبیارم و یه دهنم بینه جومی بقه بسته آب زبر خوره این پرابلمی شما حجتار برارت منم جومه کنم دیگه به آبنده دیگه خاله گبه بسیار نکنید این ماشین از سالی برارش چند؟ روم سیاه هیچ تنگی بلیسه یک جا اومدم چنگی ای دادر چه تنگی ماشی های عروبانی فلک عروبه باز میگم در قسم نقلات داخل بشود سالی برارش 1945 45 وای بعد جنگ موند یعنی یکی عروبه نمیمونه در جای خیلی ماشینی بانن خاله یک بار همین پاورادنکای پیش در گرانید و بچه هم روم سیاه تستر آدم مجبور میکنه چیک تو گویا ما دیاشم بچم همه خیرو رو پوران مرگه کردیم کی گوش کنید حجتارتید حجت ندارم من یه دفترچی پنسه گیری دارم من میرم آب گرفته با اگشتم پول پنس میدادن الهیم برکی آبم با میرم علمی حجت علمی دفترچی نفقه حجت اگجای سالش 45 درست کنی خاله شما از اکولوگ نگذشتید از تخ اسماتر نگذشتید سغورتی دولتی نسپاریدید با چی دوا دارید؟ چطنگی تخ اسماتر ای چین؟ ماهای عمید اسماتر میگذاره من حق لاشگره توشد شما را کدوم آدم ما تخ اسماتر گذاشتن پیش پاد مرمونم گوش کن خاله گبه بسیار نکنید انا پاورانی کار نمی کند انا رادیاتور چکی ساده این انتیفریز بچم در این سن سال انتیفریز چکار میکنه آب رادیاتورم با همه رادیاتور من داشت میتد می چکونه مطار چخیل مطار لبا مطار چخیل خوریشش مطار نغزه راست خودش نغزه والا یک لگم مکرون پلو اف نمیگود خاله میگذاریم با قسمی ای بچه مونم بروم روم سیاه چکا مگه تو این عرابه چی گفتادی؟ شما چه جنده پیش روید با قسم قفایی افتامشینه کنی برای چی استاپا در نمیگیرن؟ بچه گفتم که مجبورم نکال چی کت میگم استاپا چی به در نمیگیرن؟ او استاپا عیب من نیم عیب کی؟ داده خشم همون لیگوشگر ویرو کرده عیب همون داده خشم همه ریاب چیزه میگویی گو نباید برای چی نامر کهنه زنگ زدگی انا چراغش کار نمیکند یه روم سیاه یه از 45 تا آز چند سال میشد اون نمر عقب زنگ میزند یا همه چنگ خوک لایه در جای در اقفال چنگ خوک اقفال این نمر پیشم بیبجمی بیا مونم بروم در دیداد مرم مایلش انین گلوشی تیلتونم انا دو گرفتگی یعنی که دودی کبود میکند این اکولوگا وی رون ای بچم اوه
مجبورم میگی چی که میگم ولی چی خیلی آ مجبور؟ گلوشیتل دو گرفتگی های دو گرفتگی های؟ او انا همین حاضر با همین اسباب من میبینم که چه خیلی انا اکولوگا و روم میشود روم سیاه چی نگاه بلایی او اسباب تو دایی گلوشیتل شو لگه دا گلوشیتل خرد کن بیارا